طالبان احساس یعنی ایران رو دشمن خودش میدونست و این اسلامی که در ایران بود قبول نداشت. وجود طالبان در شرق ما یک تهدید جدی استراتژیک برای ماست. این طالبان دشمن ماست، آمریکا هم احساس می‌کرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. کوشش صادقانه برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن و از جمله تروریسم دولتی یکی دیگر از نکات مورد اهتمام جمهوری اسلامی ایران است. باید برای ریشه‌کن کردن حقیقی این پدیده شوم همراه با مبارزه با عوامل فعلی آن از طریق همکاری جدی و شفاف بین المللی در راه تحقق عدالت در جهان کوشش. Iran encouraged its allies, the Northern Alliance, to fight alongside U.S. Special Forces. Within weeks, the Taliban collapsed. This was Iran's first major effort to help the United States, to topple the Taliban and Al-Qaeda. This would have been impossible without Iran's help. الإيرانيون سعوا لاقتلاع صدام من العراق بإدخال الأمريكي، وهذه مسؤولية كبيرة جدا يتحملون المشروع الأمريكي. هم رغبوا وسعوا وأرسلوا العراقيين إلى أمريكا ليطمئنوا الأمريكان ليأتوا إلى العراق. We cannot ignore the threats posed by Saddam Hussein to this region, to countries like Iran and Kuwait, to the Iraqi people themselves, and to the security of the region and the world. قبل از اون احساس دشمنی با صدام نبود. صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم می‌خواستیم که صدام از بین بره. گفتم بیا این تجربه افغانستان رو در مورد عراق رو تکرار بکنیم، منتها این دفعه 6 به علاوه 6 باشه. 6 همسایه عراق به علاوه 5 عضو دائم شورای امنیت که آمریکا هم جزو اوناست، به علاوه این Iran wanted more than George W. Bush, Saddam Hussein overthrown. That was absolutely 100%. There was not an epsilon of doubt on Iran's side that Saddam has to go. آینده عراق هم برای ایران بسیار مهم بود. در همین چارچوبی که ما به افغانستان نگاه می‌کردیم، به آینده عراق هم نگاه می‌کردیم. نیروهای زیادی در ایران بودن، شخصیت‌های برجسته‌ای که می‌تونستن رهبران آینده عراق باشن. واحدة للسيد الخامنائي في لبنان سندمر لبنان تحت عنوان عداوة أمريكا، وفي العراق سندمر العراق تحت عنوان التحالف مع أمريكا. حينما يكون رجل واحد في مكان ما كالعراق متحالف مع الأمريكان ويخوض حربا مدمرة في العراق، وفي مكان آخر في لبنان يقول أنه مخالف للأمريكان ويكاد يدخل البلد في أتون حرب تحت عنوان خلافه للأمريكان، هذا موضوع لا يمكن